ای که بر دشمن مرتضی علی لعنت یا زهرا صدیق مرزی زهر زکیه فرموده با خطبه فدکیه هر کی پیغمبر و خواست علی رو نه اسلامش بازیه و علکیه توری با سلامت خطبه خونده حضرت زهرا که تا روز قیامت عالم اینو فهمید قاسم هر کی نشست جز حیدر بر تخت خلافت مادر یادمون داد از کسی نترسیم و بلند بگیر ای که بر دشمن مرتضی علی لعنت یا زهرا سند تبرا خطبه های زهرا تو مسجد پیامبر همه غرق وحشت با وقار و هیبت اومد سپاه حیدر الله اکبر فاطمه تو مسجد یا که علی تو خیبر خطبش پر میکنه گوش فلک رو برده عقل جن و انس و ملک رو زهرا جای خود اشاره فزدش میسازه هزار تا باغ فدک رو قطعا داره حکمت از فدک دم زده بانویی که تو دستاش جنت شاید این بهونه است که بخواد بگه سقیفه یعنی اصل هر خباست مادر یادمون داد چی از کسی نترسیم و بلند بگیم ای که بر دشمن مرتضی علی های ماشاءالله علی مدد خطبه های مادر میشه ارث دختر عقیل رفت رو منبر سندش لحوفه توی شام و کوفه یزید میگفت به لشکر الله اکبر غضب زینب یا رسیده روز محشر